میدونستین مردم فارس حتی تو مناطق خشک و بی‌آب هم میتونستن هندونه‌های شیرین و خوشمزه بکارن؟ قصه از مغنیا شروع میشه. مغنیا وقتی تو عمق 20 متری خاک داشتن قنات میکندن به ریشه گیاه برمیخورن و براشون عجیب بوده که چه بوته‌ای ریشش اینقدر میتونه تو عمق خاک نفوذ کنه. ریشه ها رو دنبال میکنن و مشخص میشه متعلق به گیاهای بیابونی مثل خارشتر و گلک هستن. یعنی این گیاه ها طوری خلق شدن که ریشه هاشون آب رو از عمق خاک به سطح زمین میرسونن. مردم خلاق و دانشمند ما هم اومدن دونه گیاهای آببری مثل کدو و خیارچنبر و هندونه رو به ریشه این گیاه ها پیوند زدن و اینطور شد که یه نوع کشت تو ایران اختراع شد که نه کشت آبی بود نه کشت دیم. ایرانی‌ها اسم این نوع کشت رو گذاشتن کشت خار وابسته یا کشت آجوری. خارشتر و گلک اول بهار جوونه میزنن و از دل خاک میان بیرون. میگن قدیم کاروانسراهایی که از شیراز میرفتن لار و بندرعباس جوونه‌های هندونه رو به خارشترها پیوند میزدن و 2-3 ماه بعد که برمیگشتن محصول هندونه رو میچیدن. بعدها که برق اومد و پمپ آب اختراع شد و چاه‌های عمیق زده شد این خلاقیت‌ها کمتر شد. ولی هنوز هستن کسایی که این تکنولوژی قدیمی رو دارن احیا میکنن. مردم ما متناسب با خصوصیات بوم خودشون زندگی میکردن و از طبیعت استفاده میکردن. مثل امروز نبود که همه جای دنیا از یه تکنولوژی استفاده کنن که ممکنه برای یه جا اثر خوب داشته باشه و یه جا اثر بد.